حالا اگر مشتری دیدین دست چپه اینو برمیگردونید تموم شد. تو وسط افتاده باشه، تقارن داشته باشه، بالا از بالا زیرسازی میچرخه، دست چپ هم کنار پیچره. نگاه کنید یه کلمه بهش اضافه کردیم، لت آرت. آرت یعنی چی؟ هنر، آرتیست، هنرمند. حالا کسی که اون طرح‌ها رو میزنه میشه لاته آرتیست، هنرمندی که به شیر قهوه مسلطه. ولی لاته آرت یعنی شیر قهوه. شیر قهوه که یه طرحی هم روش داره. پس این نکته این که لته درستی لاته همچین چیزی. بچه‌ها ما بهتون گفتم پازله، واقعا پازله. یعنی چی؟ ما برای اینکه یه لته خوب داشته باشیم با یه آرت خوب باید این پازل رو تیکه دیگه کنار هم دیگه بچینیم. ما تیکه اول پازل رو یاد گرفتیم. چیه؟ آفرین، عصاره‌گیری استاندارد اسپرسو. شما اگر عصاره درستی نگیری این احتمالاً شیر قهوه خوبی هم نداری. الان شما قهوه اووره، شما قهوه آندره. شما شیر قهوه بزنی، شما هم شیر قهوه بزنی، با یه شیر قهوه پرفکت اسپرسو زمین تا آسمون طعمش فرق. چون اون شوریه تو قهوه شیرینی شیر رو از بین میبره، چون اون تلخی زیاده باز به شیرینی شیر غالب میشه، خرابش میکنه. اوکی؟ پس عصاره‌گیری استاندارد اسپرسو رو یاد گرفتیم. حالا قدم بعدی 2 میاد توی شیر دیگه، فومگیری و قوامدهی شیر. الان یادش میگیریم این قدمو. قدم 3 زیرسازی. اینا رو بهتون الان دارم تئوریشو فهم میگم. قدم 4 اجرای پترن. بچه‌ها پترن میشه طرحمون. اوکی؟ حالا یکی یکی پیش بریم تئوریشو، خیلی زود تموم کنیم و پاشیم عملیشو انجام بدیم. بچه‌ها عصاره‌گیری استاندارد اسپرسومون رو کامل یاد گرفتیم. توی پست قبلی در مورد کالیبریشن اسپرسو توضیح دادم. قدم 2 فومگیری و قوامدهی. بچه‌ها ما این پیچرمون شیرم داخلشه. خب ما توی اولین قدممون که نازل بخار رو باز می‌کنیم، اینا رو الان عملیشو می‌بینیم. توی دمای 5 درجه تا 38 درجه فرصت داریم که فومگیریمون رو انجام بدیم. یعنی تا 38 درجه از شیر. 5 تا 38 درجه. اوکی؟ فاز بعدیش همزمان هم گرم کردن هم قوامدهی شیر. هیتینگ فاز گرم کردن از دمای 39 درجه تا 65 درجه ادامه داره. 39 تا آره میریم که برسیم به دمای استانداردمون. پس دمای استانداردش اینا رو همه رو کات بزنید. آره آخرین دوره بود که برگزار کردیم، خیلی خوشحال شدم از داشتنتون. ولی لعنت به این سنسوری قوی. هر جایی هم جواب نیست. آره ازت کننده است حقیقتا. میرسیم به 65. پس بدونید اینجا ماکسیموم حالتی که دمایی که میتونیم از یه شیر رو گرم کنیم ماکسیمومش 70 درجه است. من میگم 65 تا 70 درجه. توی مسابقات لاته آرت که تا 50 درجه گرمش میکنن مثلا. برای اینکه اون قوام شیره بیشتر باشه، وقتی میبره پیش داور اون شکل از بین نرفته باشه. ردیفه؟ حالا ما گرم کردن شیرمون رو با چی انجام میدیم؟ عصاره‌گیریمون رو که یاد گرفتیم با هد گروپ. گرم کردن شیرمون با نازل بخار. از بخارش استفاده میکنیم، ما بخارش رو نیاز داریم. اولش نگاه کنید بچه‌ها آب خارج میشه. این آب رو باید باز کنیم خارج بشه کامل. نگاه کنید تو این حالت. اوکی؟ خب حالا ما یه محصولی اینجا داریم. خب شبیه ساز شیره. برای اینکه از شیر کمتری استفاده کنیم، نه به خاطر بحث هزینه‌اش، شیر داریم برای اینکه ریل با شیرم تمرین کنید شیر داریم، ولی به خاطر اینکه شیر زیاد، نه به خاطر بازم میگم هزینه‌اش، به خاطر اینکه حالا شعار خود این محصوله که به یک گاو استراحت بده، این هر قطره‌اش معادل راحت شبیه شیر بهتون میده. تا یه حدی با این تمرین میکنیم. اول که با آب تمرین میکنیم. قدم اول تمرین با آبه.
بعد با معادل شیر و بعدش که دیگه یاد گرفتیم که یه پترن خوب روی قهوه‌مون بزنیم با شیر میزنیم. آره تمرینتون رو همینجوری باشه. شما اصلا بخواید یه پترن جدید تمرین کنید، اول باید با آب کامل تمرین بشه، کامل تمرین کنید، دستتون بیاد، بعد قدم بعدی. ببین آب الان بهتون میگم چرا. میتونید 2 قطره ریکا هم بریزی جای این، ولی این خیلی بهتون شبیه شیره. حالا تمرین میکنید باهاش متوجه میشید. حالا آب کلا تو فاز آموزشه دیگه، ببینی داری چه کارهایی انجام میدی. اوکی خب حالا ما برای الان فومگیری و قوامدهی و خب مثلا اینجا نگاه کن، فومگیری، قوامدهی شیر، زیرسازی و اجرای پترن، این سه تا رو من با هم دیگه بهتون میگم. شما دیگه تیکه تیکه تمرین نمی‌کنید، کامل فوم میگیرید، زیرسازی می‌کنید، آرتتون میزنید، بعد اونجوری ایرادگیری می‌کنید. چون بخوایم قدم به قدم بریم تایممون از دست میره. ما برای فومگیری از شیر نیاز به وسیله داریم. پیچر نوشته میشه انگلیسیش ولی تیش خونده نمیشه. پیچر. وسیله‌ای که نیاز داریم که انجام بدیم پیچره. پیچر تو سایزها و ابعاد و جنس‌های مختلفی هست. اکثر پیچرهای تو بازار استیل هستن. خب ولی یه سری جنس‌های خاص هم دارن که اون نگه داشتن دماغ رو خیلی بهتر داشته باشن. از جایی هم باید باشه که دسته داشته باشی که دستتون نسوزه. خب ما یه پیچر نیاز داریم. بچه‌ها پیچر استاندارد بازار 650 میلی لیتره. 650 کلشا. ما برای اینکه شیر رو بریزیم داخل پیچرمون نیاز داریم که زیر این گلویی شیر بریزیم. چرا؟ چون وقتی فوم میگیریم افزایش حجم داریم دیگه. ما تا اینجا رو شیر بریزیم یه ذره فوم بگیریم که میریزه بیرون. ما زیر این دهنه بریزیم. خب اوکی. الان با آب انجامش میدیم. پیچر غیر از آلیاژی که استفاده شده و غیر از سبک بودنش، خیلی مهمه سبک باشه، راحت باشه تو دستت، خروجی دهنش هم خیلی مهمه. هرچی این خروجی شکلدار و کوچیک‌تر و ظریف‌تر باشه، شما پترن‌های پیچیده‌تری میتونی بزنی، تسلطت به آرت بیشتره. اینو نگاه کنید دهنه رو به نسبت این. اینو نگاه کنید دهنه رو، این چقدر کوچیک‌تره به نسبت این. با این میتونی آرت‌های سبک‌تر و ظریف‌تری بزنی. ما اینو فکر می‌کنید شیر شما. ما تا زیر گلویی آب ریختیم. یه دونه بیا صندلی جلوتر بشه. خب تا زیر گلویی آب ریختیم. حالا باشه یه قطره از این، 2 قطره از این کافیه برای هر تمرینی که می‌کنید. خب حالا نکته کاپو چجوری دستمون بگیریم؟ اینم خیلی مهمه. چرا؟ نکته اول بحث تمیزیش. شما باید 2 سانتی متر از لبه کاپ پایین‌تر دستتون رو بگیرید. چرا؟ چون من اگه از اینجا بگیرم دهن مشتری میخواد بخوره دیگه. بهداشتی نیست. 2 سانتی متر پایین‌تر، یا به مرور زمان که تمرین رو تکرار می‌کنید دیگه از دسته کاپ میگیرید. اینقدر رو دستت میفته از دسته. همتون دست راستید؟ خب پس پیچر رو با دست راست میگیرید دیگه. کاپ برای اینکه وقتی ببین دیفالت اینه که وقتی میخوایم لته رو سرو کنیم واسه مشتری، دسته کاپ سمت راست مشتری باشه، مگر اینکه از قبل شما بدونید که مبین مشتری ثابت کافه منه، میدونم دست چپه، آرتش رو یه جوری میزنم که این ور براش باشه، جلوش میذارم آرتش روبروش باشه. در غیر این صورت اگر نمیدونید دیفالت باید روی دست راست بگیرید. چرا؟ چون دست راستا بیشترن دیگه. الان ما توی جمع 5 نفریمون هممون دست راست. اوکی؟ نکته که داره، پس دستتون رو اینجوری بگیرید کاپو دستتون. حالا به خاطر اینکه این پترن سمت راست مشتری باشه دسته کاپو همیشه به سمت ساعدتون بگیرید. آره این تو ذهنتون باشه. یه موقع یادتون رفت دسته کاپ به سمت ساعد، دسته کاپ به سمت بدن. حالا اگر مشتری دیدیم دست چپه، اینو برمیگردونیم تموم شد. ولی دیفالت
پس به سمت بدن خودتون. اوکی؟ ردیفه؟ حالا بچه بیاید جلو. چند تا کاری که اینجا باید انجام بدیم. دستمال استیموند، یه دستمال استیموند بیا. قرمز آبیه فرق نمیکنه. اولین کاری که میکنیم شیر ریختیم تو پیچر، پورتافیلترمون آماده است. این کارا باید همزمان انجام بدیم. هم عصاره‌گیری اسپرسو، هم فوم‌گیری از چی باید همزمان انجام شه. ولی تو سطح شما که اول کار هستید هیچ ایرادی نداره. اول عصاره اسپرسو تو بگیر، بذار اینجا باشه. بعد بیا سراغ فوم‌گیری. حالا فوم‌گیری چیکار می‌کنیم؟ اولین کار دستمال استیموند دور نازل بخار میگیریم، خالیش می‌کنیم. این به خاطر چه دستمال گرفتم جلوش؟ نریزه اینور اونور. تمیز باشه. اینجا هم میتونم بگم. ولی تمیزی کار اینه که اینجا بگی نریزه اینور. دستتون هم نسوزه بچه‌ها، این خیلی داغه. این پلاستیک هم میذارن که از این استفاده کنید که دستتون نسوزه. که از این استفاده خیلی داغه، تاول میزنه زود، دست مواظبش باشه. بعد که خالی کردی، حالا نگاه کنید نوک استیموند توی مرحله اول کجای شیر هستش؟ روی سطح شیره. بیا جلو. موبین بیا یه جوری وایسید که بیا موبین بیا اینور. آره باز چیز بگیر. رو به روش قرار میگیرم، پیچرمو میذارم داخل رو نگاه کن، سجاده نگاه کن، موبین نگاه کن، روی سطح شیر باز میکنم کامل باز. این صدای اول میبینید، این صدای فومگیریه. چند ثانیه که فوم گرفتم یه مقدار پیچرمو میارم بالا، دیگه صدا نشنوم، فقط به چرخه. دست چپ هم کنار پیچره. نگاه کنید این داره میچرخه، میبندم. کی میفهمم به دمای استاندارد رسیده؟ بچه اینو خارج کردم، تمیز میکنم. ببین چند بار میام تمیز چون این سری خشک میشه. بعد میره اینجا دوباره خالی میشه. آره شیر داخلش میمونه. خب حالا از کجا میفهمم دمای استاندارد رسیدم؟ وقتی دستمو به پیچر نگه دارم، یه ثانیه بیشتر نتونم نگه دارم. ببین نمیتونی بیشتر یه ثانیه نگه داری. ببین این تریکشه دیگه، دماسنج نذارید. خب این میشه فومگیری و قوامدهی. من زیر اینجا ریختم شیر رو، ولی نگاه کن چقدر شد حجمش، به خاطر اینه که باید زیر اینجا بریزید. قدم بعدی بیاید این ور که نور هستش کامل ببینید. بیاید کاپم به سمت بدنمه، اول کج میکنمش به خاطر اینکه عمق بیشتری داشته باشم. از بالا زیرسازی میچرخونم. اوکی. به لبه کاپ که رسید استوب میارم پایین، هول میدم جلو، نگه میدارم. اوکی. حالا چیکار کردم؟ دوباره ببین اینجا اسپرسومه، کج نگه داشتم، از بالا، اول از بالا میریزم. خب بچه‌ها همزمان این دو دست باید فعال باشه. نیم کره چپ و راستتون تو این کار همزمان فعاله. این زیرسازی میشه از بالا. نگاه کن چقدر پیچرم فاصله داره، خیلی ریز. به لبه کاپ نمیرم، اینجوری نه، قطع و وصلی نه. خب دوباره نگاه کن از وسط ریز، چرخشی، گرد، به میگم پورینگ. خب اینجا نگاه کن، به این لبه که رسید دیگه داره میریزه، استوب میکنم، اینو میارم پایین میچسبونم به این اله کلنگ که دیدید. این باید همزمان که این صاف میشه اینم باید یه سوری بده. فومه اومده رو سطح شیر، آماده است که بیاد روی اسپرسو. همزمان که هول دادم نگه داشتم، اینم دارم صاف میکنم که نریزه دیگه، اگه کج باشه میریزه دیگه. بعد که پر شد بالا میرم جلو. اوکی. حالا چی کار میکنیم؟ هر کی پیچر برداره، زیرسازی، چرخش، رسید به لبه، استوب، اله کلنگی هول وسط نگه میدارم، صاف میکنم، میرم جلو. اوکی. مهم اینه که این سفیدی که شما میزنید جدا از این باشه. نکات مهم. نکته بعدی، وقتی دست راست جلوی مشتری قرار گرفت آرت وسط افتاده باشه، تقارن داشته باشه. سومی، نه زیاد
خالی باشه کاپت، نه زیاد پر باشه. اینو میذارم روش نگیره بهش. حالا روش کف داره ممکنه بگیره ولی باز نمیگیره. چه اندازه. چرا؟ چون وقتی ویترتون خواست ببره اینو یه تکون بخوره نریزه. یا کم نباشه مشتری بگه از سر شیرش زده که سودش بیشتر بشه. یک دست. و اینکه روبروش قرار بگیره. حالا این اله کلنگه رو چند بار با آب تکرار کنید بعد بریم سراغ اسپرسو. اول وایسا قطع کن. اون اسپرسوت باشه اونم که برو. خیلی خوب. یه ذره بیر بالاتر پیچرت. آفرین. خیلی آوردی بالا. خب استوب. هول بده جلو. آفرین نگردار. زود تمامش کردی. باید پرتر بشه. آره باید پرتر بشه. همونو برگردیم 2 قطره از این بریز بریم سراغ فومگیری. ببین سجاد به سمت این بدنت. آره دسته به سمت بدن. الان موی میام. نه ببین دسته اینجا. دستت راحت. اینجوری نبر تو بدنت. آره راحت نگرش دار. سفت هم نگیر اصلا. قطع و وصل نباید بشه یه دست. آفرین. بیار بالاتر پیچرتو. قطع و وصل نشه. کنترلش. خب استوب. بیار پایین. هول بده دست راست دست. نه ببین اینجا رو نکن. انگار لمبور میزنه. اینم همزمان داره صاف بشه. بعد که پر شد شلش کن اینو. بعد که پر شد میاد بالا میره جلو. دوباره برگردون بزن. بریم ببین. همونجا راحتی گرفتی. ببین این کار مهمه که قانون نداره که اینجا بگیری. هر جایی که دستت راحت باشه و صفر نگیری. تو فکر کن می‌خوای 100 تا تو روز لته بزنی. اگه اینجوری صفر بگیری 1 ساعت کار کنی دستات تمام از اولاش صفر میشه. بریم. وایس. بچه‌ها این نکته رو بهتون بگم. پیچه رو گرفتن. من پیشنهادم اینه که شما 2 انگشت رو بغل بذاری 3 انگشت میره توی این شکل. خب اوکی. اگر راحت اینجوری بگیری اوکی اینجوری بگیری. اونطوری بگی هر طور که راحتی. ولی پیشنهاد اینه که مثل خودکار رو چجوری میگیریم دست اون موقع نوشتن. چرا اینجوری بگی که بتونی این کنترلر رو داشته باشی. بریم از بالا. آفرین. نرو به سمت کاپ وسط باش. آره وسط بچرخ باش. قطع و وصل نشه. آفرین. ببین نداره اون صدا نباید بیاد دیگه. انقدر باید ریزش تو کنترل کنی که اون صدا رو نشنوی. خب بریز بیشتر بیاد تا لبه. خب حالا استوب. بریم سراغ آرت زدن. اینجا ببین این باید هول قوی بیاد. یه هول قوی میدی نگه میداری صاف میکنی میری جلو. دوباره برگردون بزن. دستت نسوزه. این بیا رو ساعت 3 نگرش رو بازش کن. هم 3 میشه هم 9 میشه. آره هر طوری راحتی دقیقاً. باز کن. کامل باز. رو همینجا نگرد فقط بچرخ. ذره کج‌تر کنی نگاه کن بهتر میشه. از دست چپت کمک بگیر که دماشو ببینی. نیار پایین. بیاری پایین صدا بدی دیگه تو هیتینگ فاز نباید صدا بگیری. عالی. خیلی خوب. خب کاپت گذاشتمش اینجا. ناش بیا. این کاپت درش دار. بیا اینجا بزن. بهتر شد. داری میکشیش. ببین اینجا هست. الان که خیلی پر شده. خب یه ذره کمش کن. اینجا رسیدی. خب اینجا این مچتو نگاه کن. انگار داری میری تو دلش. اگه میخوای چند تا هم بزنی مثلا. می‌بینی؟ این بچه‌ها شما هر موقع این اله کلنگه بیفته تو بدنتون دیگه میرید میزنید. خیلی عالی. میخوای پرتر بشه اینو؟ ضربه بیشتر. آفرین. دقیقاً همین. هم زودتر از زیر سازی تو تموم کنی بیای تو دلش که جا داشته باشی یه آرت بزرگتر بزنی. همین چیز باشه دیگه. یه دونه دیگه آب بریز